یادش به خیر شبای بلند زمستون، اونم نی زمستونایی که پر از برف و بارون بود، زمستونایی که آسمون با زمین قهر نبود، زمستونایی که تو اوج سرما دلاگرم بود. هر وقت مادرمون سفره شامو زودتر پهن میکرد و کد پدرمون رو از کمد بیرون میکشید، میفهمیدیم که قراره یه جایی بریم. از همون سر شب با کلی ذوق و شوق آماده میشدیم برای رفتن به یه شب نشینی. پدرمون میگفت صله ارحام دل آدم رو شاد نگه میداره. اینجوری هم نبود که کسی بگه نمیام. از این ادا اصولا که من نمیام شما خودتون برین، حوصله ندارم، امتحان و آزمون و کنکور دارم، یا جوون دوست داره تو خودش باشه هم نداشتیم. همه با هم میرفتیم. تلفن هم نبود که قبلش هماهنگ کنیم. جالب بود که میزبان و بچه‌هاش هم کلی ذوق میکردن. وقتی میرسیدیم سر کوچهشون، جلوتر از پدر و مادرمون بدو خودمون رو در خونهشون میرسونیم تا ببینیم هستن یا نه. از لای در حیاط که هیچ وقت هم کامل بسته نبود یا اصلا دری نبود نگاه میکردیم ببینیم کسی هست یا نه. معمولا اگه یه چراغ روشن بود یعنی خونه نیستن و خودشون رفتن یه جای دیگه مهمونی. خیلی تو ذوقمون میخورد و قلب و دلمون حسابی میگرفت. ولی وقتی همه چراغا روشن بود بگو بخندمون تا آخر شب جور بود. اما این روزا چی؟ آخر شب که بغض میکنی، دردا که تلمبار میشه، میری سراغ لیست مخاطبات، یکی حالت رو، یکی لسین رسنتلی، یکی لانگ تایم اگو، یکی دلیت اکانت. نمیدونی کی هستن کی نیستن. اصلا آدم نمیفهمه چراغ کدوم خاموش و کدوم روشن تا بی مقدمه براش تایپ کنی تشنه یه صحبت طولانی هم و سری ریپلای بشه بگو من کی کجا باشم. شاید تو جمع باشیم ولی از تنهایی و بی همزبونی روزا داریم دق میکنیم. بعدم اسمشو گذاشتن عصر ارتباطات. ای ارتباطات بخوره تو سرتون که کاری کردین که مردم تو جمع هم تنها هستن و حتی حوصله خودشون هم ندارن. ما بین دو تا دنیا زندگی کردیم، دنیای خاکی بی سرعت بدون فیلتر، دنیای مجازی شلوغ و بی وقفه پر فیلتر. کجا بودیم ببین کجا رسیدیم، کجا خواب چنین روزو میدیدیم. چنان برق بلا به خاک ما زد که از هر چه که داشتیم دل بریدیم. حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، چشمی به هم زدیم و دنیا گذشت.